قربانی خودم. به مزیخ نشدی؟ اوه قربانی خودم. امید من به تو چند بار گفتم که به همین سگ افلاس دست نرسان. امید جان بیا به خانه دراییم. وقت خوراک نصف روز شد. بیا بچم. حاضر دادت هم می آید. را گر بچه تو باترو پارتو تیز به خانه در آمده دستانت رو شوی. تیز کن. حکیم جان پسرم تو کی آمدی؟ ما حتی نفهمیدیم. ماشینت هم در پس در نبود؟ ها من آمدم. ماشینم ویران شد. نقص نقص امید جان ددت آمدند. رفت تیز سلام کن. کنی پسرم سلام. سلام دادی جان. نه نه رفتم یالا نکنید دادی. نکنید. خیر زور آها
چخیل پسرم؟ نقص امروز با چی کار مشغول شدی؟ داداجان ما امروز با همراه بابایم به کانال رفتیم. با کانال؟ باز چی خیل کانال؟ برای چی تو رو با اونجا برد؟ خیر هیچ گپ نشده است. هیچ گپ نشده است؟ اگر ناگهان او به کانال می افتاد با فکر تو موی سفید خلاص کرده می توانست؟ پسرم مادرت راست میگوید. تو حالا آبازی کرده نمیتوانی. بهترش با اونجا نرو. ها؟ با بابایت گوی که پدرم با کانال رفتن رو اجازت نمیدهد. مایلش؟ مالش آفرین آفرین. رو بازی کن. زنک جان ما امروز خوراک میخوریم؟ نمیخوریم. بابا جان ها؟ برای چی ریشتان اینقدر سخت؟ شاید برای آن که کهنسال و پرتوت است. پیش ملایم بود. یک زمان روی من هم مثل روی تو تازه و ساده بود. شما هم خورد بودید. بله پدری من هم خورد بود. البته. پدری من چه کردک بود؟ میدانی امید جان داده تو بچه ناز بود. یک واقعه رو هیچ از خاطر برآورده نمیتوانم. یک تیر ماه بیمار شدم. سخت سلفه میکردم. مثل همین شبها؟ سختتر از این هم. دکتر همسایه‌مان مصلحت داد که اصل چای نوشم. مادر کلانت به مغازه رفته آمد. اصل نبود است. حکیم جانم به کجای دویده رفته بود. من خیلی عذاب میکشیدم. روز تاریک شده ایستاده بود. حکیم جان ناگاه از آن طرفی کوچه پیدا شد. سر و لباسش خاک و لایالود، رویش خونشار، گردنش خراشیده. مادر کلانت به پیشوازش رفت و سخت آغوش کرد. نماند که من ادبش را دهم. بعد معلوم شد که به باغ از شهر بیرون رفته است. همسایه ما در آنجا آروی اصلش بود. او میخواست برای شما اصل بیارد. بابا جان بله. امید خوراک میخوریم. بعد چی شد بابا جان؟ پدرم اصل یافت؟ بله بچم، من از آن شفا یافتم. بابا جان
رفتیم خوراک میخوریم. مرحمت. روشین بچه. بابا جان چرا ما در همین کاسه ای نه خوراک میخوریم و شما داریم از همین کاسه ای که نه؟ خوراکت را خور. در سری دسترخوان زیاد گپ نمیزنن. چای گیرید؟ برای آن که این کاسه را من نقض میبینم، این به من قوت و نیرو میدهد. او کودک رو خوابیدن نمیماند. تو میشنوی؟ من با تو میگویم. خیلی من چیکار کرده میتوانم؟ تو هیچگاه هیچ کار کردن نمیتوانی. آخر کسلیش با کودک میگذرد. چند بار با تو گفتم که در یک خانه خوابیدن هر دویشان هیچ ممکن نیست. التماس اهمیت نده، بیا خواب کنیم. خوب؟ من این خیلی نمیتوانم. تو گپ رو میفهمی؟ چی خیلی اهمیت نمیدی؟ آخر او در پسی در است. چی خیلی خوابت میبرد من نمیفهمم. هی! بیا وای من نکن. ببخشید شما را بیدار کردم. دادا روید خواب کنید. دخترم بیایید من روبم. دادا التماس روید خواب کنید.
جوان بیاین گذاریم من همینجا را بیاین پشتر بیا در اینجا بیا این حاضر شما سفید کردید چیکار با کردید پورگی همینجا را با پورگی گفتم یک بار دیدن در کور کنید ببینیم من اینجا را با پورگی سفید کردم در کور هم شد درون بیرون همین چپ خیلی گذشته ببینیم مرا حاضر در نشب پورگی دروازه در درونش اول میبروره بعد درون و بیرون سفید میکنه همین چند پول میگه شما ما فهمیدم این دو کس تو پولش اگه شما تمام دیگه بچه جان بابایم تمام از خونه ما میروند و همین طور به خانه خود میکوچد. با اون جایی که تا این وقت گاومان را نگاه میداشتیم. آنجا را دادت تعمیر کرده استودند. بعد تعمیر خیلی زیبا و موفق می شود. کاش دادا برای شما اونجا بهتر می شود البته پسرام غم نخور. ما نزدیک هستیم کو ها بابا جان من به نزد شما به مهمانی می آیم. نور دیده هر روز بیا جان باباش. انا مسئله حل شد لابی ها کی رستم ها من خولی بابا جان این صورت را فراموش کرده. جای وی همین جاست.
шавҳари насиба аз русия омадааст. ҳаким, аз русия омадааст шавҳари насиба. тасаввур мекунӣ бе ягон дирам омадааст. чӣ хел одам, а? бо чунин мард чӣ тавр зиндагӣ кардан мумкин? ман намефаҳмам. бечора насиба. ту чӣ кор мекунӣ писарам? این مخفی ту аз ман ягон сирри пинҳонӣ надоштӣ ку писарам? اگر من به شما گویم آرزویم عملی نمیگردد. ин чӣ? эй, ин чӣ мегӯям? ман интизор. بابایم گفتن که این کاسه سهناک است. با آدم زور قوت میبخشد. давомаш чӣ? гап зандор шуд, набошад мезанам. نزنید دادا جان، من شما رو سخت نقض میبینم. ман ин гапро аллакай шунидам. умед, این کاسه سهناک است. وقتی شما مثل بابایم پیر و بیمدار میشوید، من به شما از همین کاسه خوراک میدیم. ҳаким!